من هزاران زنهای را میدانم که زنی دویمند لیکن با دیگر مردها میگردند. خوب نتیجه به جزا ماندن مردها و زنهای زیناکار است. وقتی که زن و مرد زیناکار وقتی که به قبشو میکنن جزا داده نمیشوند، نتیجه ای بدتر میشود. بلکه یک کاری بدترین این ملت ما انجام داد که همین پرویز و حادثه تیوی را میگم، همون نوارهای فحش و فاحشگی زنهای تاجیک در پوبلیکا برو آوردن با جهانیان نشان دادن که زنهای تاجیک اینقدر خیانتکار، اینقدر زیناکارن، فاحشن، اینقدر کار کردن. اونها خیال کردن که ما اینها را جزا دادیم و اینها از این کارشون دست میکشن. نه والله قسم، برعکس جرأت دیگر زنها زیاد شد با همین نوارهای فحش که شما پخش کرده. او کسایی که در قرآن خداوند خبر میده سوره نور، او کسایی که فقط دوست داشتن، فقط فکر کردن همین دوست داشتن که در بین مؤمنان به حیایی پخش شود، الله رب العالمین عذاب دردناک برای اونها وعده کرد. ولی وای بر حال اون نفرایی که با دست خودشون به حیایی را پهن میکنن. پرویز تیوی، حادثه تیوی از الله بترسه و دیگر نوارهای زنهای تاجیک به حیاییشون روی پوبلیک نبیاره. با این کارتون جرأت دیگر زنها را زیاد میکنه برای همین کار حرام. نتیجهش چی شید؟ نتیجه این نمیشید که دیگه خیال کردن که همین ما سیانکه کردیم اونها جزا دادیم. این جزا دادن نیست، فقط شما شرمنده کردی. مثل روسیه کو میگن 5 minut پازور بس دیگه آزادی، یعنی 5 minut پازور میشه دیگه آزاد میشه دیگه. خیلی فرا دیگه هم خیلی کردن میگیری دیگه. این زنهایی که همین روز به همین درجه فاحشگی رسیدن دیگه، این هم خیلی کارو سرشید. اول نوارهای فحشی که شما پهن کرده اونها را میبینن، خیانت‌های زن و شوهر که دیدن دیگه پررو میشوند، دیگه چشم عادت میکنه. این کاری خیانت کردن در نظر اونها دیگه یک کاری بزرگ نمیتوه، دیگه یک کاری اندک میتوه، و مثل نوشیدن آب آسان میشوه. پس شما پرویز تیوی و حادثه تیوی، همون کسایی که همین نوارهای فاحشگی زنهای تاجیک پهن میکنه، این یقین بدونه که شما با دستان خودتون به حیایی را پهن کرده. یعنی شما انتظار عذاب دردناکی از جانب الله باشه. هر نفری که همین خیل نوارهای به حیایی را پهن میکنه، گروپ هوی میکنه در تلگرام، در بعضی همون شبکه‌های اجتماعی گروپ هوی میکنه و فقط همون نوارهای فحشی زنهای تاجیک میپرتوید، انتظار عذاب الله باشه. این کسایی که همین نوارها را پهن میکنه.